السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه و توفیق بندگی عطا بفرمایه. اکثریت مردم سوال میکنن چی از تاجیکستان باشه، چی از ازبکستان باشه، چی از دیگه شهرها باشن، یعنی از شهرهای روسیه و غیره ها. سوال میکنن، زنگ میزنن، سوال میکنن، یعنی پیش فلانی قاری بردیم، فلانی داملو بردیم، یعنی دعا خوندن بیمارمان معالجه نیفت، یعنی شفا نیفت. البته که شفای جانبی الله های. ما هر بیماری داریم، هر معالجه داریم، هر آن چیزی که باشه، یعنی ما از جانبی الله باید شفا را طلب کنیم. اکثریت مردمی که یعنی به همین بیمار گرفتار هستن، اونها اهل نماز نیستن. بعضیش الحمدلله که اهل نماز هستن، یعنی وقتی که اهل تقوا هستن، وقتی که 10 دقیقه 15 دقیقه میخونی جینش میبره الحمدلله. بعضیش که اهل بی نماز هستن، بی توفیق هستن، میخونه جینش دگه میدرای، میگه که از سبب بینمازیش، از سببی که حرامکاری که زیاد که میکنه، از همون سبب داخل این شیدگی هستیم. یعنی سحر، هر اون چیزی که باشه، سحر و جادو هم باشه، که اگر که ما و شما تکیه به الله بکنیم، از اللهی که ما و شما را خلق کرده است از او طلب کنیم، الله شفا میده. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که نماز صبح را خواند او در ذمه خداونده. هر وقتی که نماز بامداد را خواندین او فرضه، یعنی چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید من صلى صلاه الصبح و فی ذمه الله، هر کسی که نماز بامداد را خواند او در ذمه خداوند است. خدا او را به عهده میگیره که یگان چی برای او ضرر رسانده نمیتونه. هر وقتی که نماز فرضه که سلام دادین، از جاتون یعنی نجم بگین که 10 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. باذن الله تعالی یگان چی برای شما ضرر رسانده نمیتونه. و چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث فرمودن که رکعتان صلاة الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. در رکعت یعنی سنت نماز بامداد از دنیا و هر اون چیزی که در دنیا هست از او بهتر است. با همون خاطر یعنی عبادت الله، ذکر یاد خداوند در جای یکم بمانین و انشاءالله که کامیاب میشوین. و بسیاری مردم وقتی که پیش قاری ها میبرن میگه معالجه نیافتیم. یعنی اکثریت ما مردم ما فکر میکنن که وقتی پیش قاریش میبری همو خیال میکنن که همو انسان یا که ابیض نه، یا اینکه از ما قرض دارن، میان یک خیل رفتار میکنن، یک خیل گفتار میگن، خیل گپ میزنن که والله که نمیخواد یا روی همون انسان رو ببینی. میاد تو سر هم خیل که بخی مرا بخون، یا که بخی من بیمار دارم بخی بریم جا بخونش. بعض از زنگ نه سلام نه علیک جین خونش دی یا بیمار او زنگ او نمرش میدونید برای زنگش بزنی که برای بخونش. سبحان الله. اگر خود یک حافظ باشه یا اینکه لوبای کس باشه، مثال پیش ما هم حافظا میان بیت میان رپریستون به هم الحمدلله که یک هستیم. و در پیش وقتی حافظا را زنگ میزنم میگه که معرکه دارم، هم معرکه من چخیله، میگه که از 45000 بته، میگه میرم یک ساعت میخونم. یعنی 45000 برای یک ساعت طلب میکنن. وقتی که نزد ما میان گفتی که پای خوندن نوفد میروه، میگه که رحمتی که الان بعضی رحمت هم نمیگن، میخورن در همه میرون. یعنی الحمدلله که یعنی ما محتاج و نیاز برای این نیستیم. ما برای اون میگیم که یعنی هر یک انسان سلامتی خودش در دست خودشه، یعنی از طاعت عبادت الله دور نشون، از ذکر یاد عبادت الله دور نشون. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن به ذکر یاد عبادت الله؟ البته وقتی ما و شما اگر عبادت الله خوب کنیم ان شاء الله که دلهای ما و شما آرام میگیرن. و بسیاری مردم یعنی چی میکنن؟ سوالشون همینه که خیال میکنیم، تصور میکنیم در نزد ما کسی هست، یا اینکه پشتم خیال میکنیم کدوم مميز است. والله بالله تعالی قسم میخورم که او فکر شما میکنه، او فکر در همه انسان قریب هسته. در من خودم هسته. بگم از شهر مسکو تا پیرما 1.5 کیلومتره، هم 1.5 کیلومتر رفتم، در پشتم فقط همو الله اعلم نمیدونم جین بود شیطان بود چه بود که فقط هم یک بوما همه کلونکار میگفت شرق تا همینجا را. بعضی حالات میشه که سرما دسمول میکنه، والله حس میکنم که خیلی میکنه سرما، نه که الحمدلله توکل من به الله میکنه. بعضی وقت اشام خیلی بدور میکنن، یعنی همه ایره چی میگیم الحمدلله. الله چی میگه؟ و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که توکل شه به الله بکنه برای بسنده های. و دیگر بعضی میگن که از قرض و قواله بیرون نمیشم. الله چی میگه؟ و ما یتقی الله یجعل له مخرجه. هر انسانی که تقوا کنه، پرهیز بکنه، الله او را ای تمامی مشکل ها میبرن.
و انشالله الله فرموده است که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. هر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کرد و زدی از که اونها وارد جنت میشن با همراه صالحیان. صالحیان کیا هستند؟ پیغمبرها هستند، اولیای الله هستند، دوستان خدا هستند. با همراه اونها یعنی وارد جنت میشن. خوش به حال انسانی که همیشه با طاعت عبادت الله های، با ذکر یاد عبادت الله های. چون که حسن البصری رحمت الله علیه فرمودن که تفقدوا الحلاوة في ثلاثة الاشیاء. شما جستجو کنین میگن لذت و حیات و شیرینی زندگی را در سه چیز. یکمش چیز؟ ان الصلاة، یعنی نماز. ما وقتی که نماز میخونیم یعنی چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ان تعبد الله کانک تراه فإن لكم تراه فإنه يراك. یعنی چون عبادت بک الله را که همچون که الله را میبینی و اگر که الله را ندیدی بدرسی که یقین است که الله تو را میبینه. خب یعنی باید در نماز باید لذت ببریم. یعنی الحمدلله رب العالمین، نه تنه که الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین آمین. خلنی آرام الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. المهم که یعنی نماز با خشوع و با خدا بخونیم. یکم باید ما و شما یعنی در نماز لذت را ببینیم. دیگه‌مش چیه؟ ذکر. باید ما و شما در ذکر باید لذت ببریم. چون که الله سبحانه و تعالی فرمودن که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن؟ به ذکر یاد عبادت الله، به ذکر. الحمدلله باید ما و شما بسیار ذکر و طاعت عبادت الله را بکنیم. و سیمش و فی تلاوت القرآن، یعنی در تلاوت قرآن انسان چو کنه باید لذت ببره. یعنی تلاوت قرآن بسیار یعنی نیکی های خوبی داره. یکی از اونها یکی رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن را بخوانین، قرآن را تلاوت بکنین، بدرسی که این قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش، برای همون شخصی که او را یعنی تلاوت کرده است. به هم خاطر انشاءالله اگر در این سه چیز حسن البصری رحمت الله علیه فرمودن که در این سه چیز اگر شما پیدا نکنین لذت را، یعنی لذت و شیرین در این سه چیز پیدا نکردین، بدرستی که یعنی از جانب الله باب رحمت یعنی محکم شدگی. وای به حال شخصی که یعنی وقتی که این کار را میکنه و لذت شیرین نمیفهمه. یعنی به هم خاطر دوستان عزیز و برادران عزیز، اکثریت ما و شما یعنی قرآن خواندن نمیتونیم. باید کوشش تلاش کنیم. چون که کوشش میکنیم رانندگی را یاد بگیریم، کوشش میکنیم استرویکا را، کوشش میکنیم که یعنی ویدیو مونتاژ و دیگه کارها را کوشش میکنیم، تلاش میکنیم یاد بگیریم و همچنین حرکت کنیم، کوشش کنیم یاد بگیریم، خودمون یاد بگیریم و فرزندهای خود را خود تعلیم بدهیم. کورجان سوال میجا برادری که خودت میره شهرهای دیگه مقصد میبرن یا که با کاری خودت میره بسیار رقمای تلفن تا میپرسن، ما میگیم اجازه نداریم که در حالت خوندن و یا غم اجازه نداریم و میگن که خود رکلام میکنین شما چوی خودش که نمروش نمیتید در این حالت باید ما چی بگیم این مردم؟ مردم در اینستاگرام بنویسن، وقتی بیکار شدم جوابشون میتونم. اینستاگرام هست الحمدلله جواب دادم میتونم. برای بسیاری وقت تلفن ما بگم 99% بزوکه، حتی بگم پدر مادر ما زنگ میزنن بزوکه. وقتی بیکار شدم بعد پریزبانیش میکنم، بعد رقمو بگم بستان عالش میکنم. یعنی اینستاگرام هست انشالله میتونین که در اینستاگرام قاضی صالح بنویسین و پیدا کردن میتونین. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.